رقابت پهلوانان برای مدال طلای وزنی از همه سنگین در چمپیونات جودوی جوانان تا 23 ساله مملکت تیلالوف کبودکش که در میدان است و بابایوف عبدالله با خلعت سفید در وقت اساسی وارد معین نشد و تیلالوف سعدالله دو خیلی قامتش پستر است نسبت بر رقیبش. دیگری رو می‌بینیم که تیلالوف برای فشار آوری آماده بود، اما ترتیبی اجرای عملش مناسب نبود برای دوام سبقت کار در زمین. تیلابو و عبدالله بابایوف در وزن از همه گران مدال طلای چمپیونات را مال خود کرد.